این پل مرزی در بین مجارستان و اوکراین رمزی است. از اینجا 30 سال پیش آخرین سرباز شوروی به اوکراین، آن زمان یکی از جمهوری‌های سابق اتحادیه شوروی، گذشته است. همان وقت اکثریت فکر می‌کردند که با همین نفوذ روسیه در اروپای مرکزی ابداً تمام می‌شود. اما حالا با حمله روسیه به اوکراین صدها هزار نفر به همین سمت از جمله مجارستان فرار می‌کنند. چند قدم در داخل اوکراین خبرنگار صدای آمریکا یک گروه از جمله یانا، مادر 31 ساله را دید که از شهر بوچا در نزدیکی کیف با فرزندش گریخته است. او راه خانه‌اش را نشان می‌دهد که ممکن است دیگر به آنجا برنگردد. اینجا راه در بوچه است که دختری من به کودکستان میرفت. یانا نخواست نسبش را بگویند و رویش را نشان دهند. دیگران پروا نداشتند. من تمام زندگیم رو، تمام دار و ندارم رو گذاشته آمدم. این یک دیوانگی است. پایتخت کشور شما بمباران می شود. این وحشتناک است. در مرکز اروپا و در عصر 21 این باور نکردنی است. در چند روز گذشته بیشتر از 100,000 نفر به مجارستان آمدند. صدها هزار دیگر به کشورهای دیگر به خصوص لهستان رفتند. تعدادشان زیادتر می شود و دعوت‌ها برای کمک به اوکراین می افزاید. ما از تمام جهان التجا میکنیم به ما کمک کنه، چون این سرزمین ما کشور ما است. ما جای دیگری برای رفتن نمیخواهیم. ما اوکراینی ها هستیم. خانواده 44 میلیون نفری و از مردم روسیه میخواهیم به کوچه ها برآمده تظاهرات کنند. آنها نزاده‌اند. با حمله روسیه به اوکراین، نخست وزیر مجارستان ویکتور اوربان سیاست سخت گرانه مهاجرت به کشورش را سبکتر ساخت و گفت مهاجران اوکراین را زود و آسان قبول می کنند. حکومت‌های محلی مرکزهای قبول و نگهداری برای پناهجویان باز کردند. مؤسسه‌های دولتی با غذا تامین می کنند. مؤسسه‌های امدادی خیریه جمع می‌آورند. ما وسایل بهداشتی کودکان را آوردیم. کنسر و دارو برای تب، وسایل بهداشتی برای زنان. کسی پروا ندارد از کجا آمدند. به ما کمک ضرور است. ما باید اینجا باشیم. با اوج گرفتن حمله و خشونت، راه فرار پناهجویان به محل‌های امن نیز مشکل می شود و گذشتن آنها از مرز نیز مشکل تر. چند روز پیش اینجا یک راه آسان فرار به جای امن بود، ولی دیگر چنین نیست.